این مصیبت بزرگ موضوع صبر هست، همچنان که در قرآن کریم وارد شده و بشر الصابرین. اما این صبر به معنای درستش اونطور خواهد بود که ما این مصیبت بزرگ رو آنچنان تحمل کنیم که راه خودمون رو، راه روشن خودمون رو به خوبی و درستی ادامه بدیم و تا هدف نهایی پیش بریم. بنابراین صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایت‌های بزرگ دست داشتن نخواهد داشت. اگه به زندگی نامه رهبری و فرزندانشان علاقه داری، پیجو حتما فالو کن.